اصلا خود همین رستوران مولانا که نامرئی شده یک بهانه شده که نام مولانا همیشه باشه، یاد شه. چون واقعا هر دفعه که یاد میشه همگی تازه میشم، به همگی یک یادآوری میشه. با خود حس ما خوش داریم پیش آورده. گاهی وقتی داخل بشیم خود ما بر شهرروز خود میام داخل اگزلی میکنم پس برید پیش. جا همه دوستایی که خارج از کشورن دیگه خیلی واقعیته. تو دیگه سر دیگه برای که بیام من بخیر مشکله. اینجا دیگه یک جا خصوصی کله گوزنه. بله گوزنه یم یاری از 45 سال میشه ازی. عزیز دل سلام بر شما، میشه که خود معرفی بکنین و همچنان سلام علیکم خدمت دوستای عزیز ما داشته باشین. بنده نصر احمد سروریوم، مسئول رستوران مولانا در ولایت ایران. قربان شما آقای سروری عزیز، خیلی خوشبختیم که با شما همکلام هستیم. میشه که ارتباط به رستوران مولانا کمی برای ما و دوستای عزیز ما توضیحات بدین. قربان شما زنده باشیم، خیلی خوش آمدیم. قربان شما. چشم بفرماییم که ما هر معلومات ما این که خدمت شما. تشکر دیگه. از بعد و تاسیس این رستوران میشه کمی ما وضاحت بدیم و چقدر وقت میشه که مصروف کار رستوران داری هستین و چه غذاهایی در این رستوران به فروش میرسه و در خدمت هموطنان عزیز ما هست. تشکر، زنده باشیم. تشکر از شما که زحمت کشیدیم آمدیم یک برنامه درست کردیم. مدت 6 سال میشه دیگه، داخل 6 سال شده رستوران که ما اینجا فعالیت میکنیم و این فضایی هم که میبینیم این فضا تازیه که ما آماده کردیم آماده شده و ما فعلا غذاهایی که اینجا آماده میکنیم غذاهای سنتی، بیشتر غذاهای سنتی داریم و بیشتر به ذوق و سلیقه مشتری‌ها هم غذا داریم. دیگه اول که بود ما درست کردیم تنها همه شوربا یا دیزی بود که ما آماده میکردیم. دیگه آهسته دیدم سلیقه مشتری‌ها و تقاضا مشتری‌ها و بعضی غذاها دیگه بیشتر شد و ما باز آهسته پله پله پیش رفتیم. دیگه فعلا ما همیالک به داخل رستوران که ما یک لیست چک کردیم که این غذا آماده شده، چون ما هر هفته یا هر ما 2-3 غذا ما به حساب آماده میکنیم یا به لیست خود اضافه میکنیم. 110 نوع غذا شده که ما فعلا 110 نوع غذا داخل رستوران داریم. دیگه بعضی غذاها مثلا بعضی غذا میندازیم، بعضی غذا نمیفته که بعضی غذا به سفارش میره، بعضی غذاها به سفارش نمیره. ولی دیگه رو هم رفته همین غذا فعلا داریم. قربان شما باشه. بسیار یک فضای خیلی رمانتیک و بسیار یک فضای سنتی را هم در اینجا به حساب دکوریشن دوستای عزیز انتخاب کردن. سروری صاحب عزیز و شما قسمی که در تصاویر میبینین بسیار یک فضای خیلی یک فضای دلگرم کننده هست که هر کس می اینجا با خاطر آرام و با خیال راحت غذایی که سفارش و فرمایش میده نوش جان میکنه. و میشه که ارتباط به اسم از این رستوران بگیم چی مناسبت مولانا گذاشته؟ دوستای عزیز ما چون بیشتر دوستا واقعا همین به این مسائل از ما پرسان میکنم که این رستوران چرا مثلا اسم مولانا شده. چون ما بیشتر جا که سعی میکنیم یک اسمای مثلا دگشته میشه که به شوق و ذوق مردم افغانستان نیه، خیلی کم واقعا به شما بگم. و نام مولانا واقعا یک نام بزرگه، چون خود من مدت اولا که اوش شوبی حواله که درست کرده بودم
یعنی من خود من 1.5 سال 2 سال طول کشید تا او شعبه اول درست شد که تا افتتاح شد. روی اسم از واقعا ما خیلی بمونده بودم بیشتر وقت که مثلا چی مایلی بگذاریم یک اسمی باشه که به شوق و ذوق خود مردم افغانستان باشه، اما پسند باشه واقعا نمیتونه دیگه. تا همین شد که ما همین اسم انتخاب کردیم. این اسم رستوران که ما مولانا گذاشتم واقعا بعداً اصلا همین خود مر تغییر داد، رستوران مر تغییر داد، واقعا به شما گفت یعنی همه تغییرات بزی واقعا بیامد و بعداً کار برای من خیلی سخت شد. واقعا بزی رستوران کار برای من خیلی سخت شد، چون من کوشش میکنم که همین زحمتی که میکشیم یا این فضایی که درست کردیم روز به روز که میته پله به پله پیش رفتیم خوب باشه، همه چیز منظم باشه، به شوق و ذوق خود مردم باشه، ذائقه و تبادل اینا باشه دیگه. بعض وقتا گپ هم میشنیم، بعض وقتا مذاکرات دیگه هست. کوشش میکنیم که همین کار درست انجام دیم، کار درست انجام دیم که مردم ما خوش داشته باشه واقعا. یک جان سپاس از شما، زنده باشین. میشه که با ما بریم بخشای دیگر هم اگر ببینیم ما باشیم سرویس عزیز، دوستای عزیز ما مشتاق بیان که بیننده باشن از رستوران مولانا، به خصوص کسای عزیزایی که دور از وطن زندگی میکنن ببینن دیگه، هم مینوی غذایی خود شما ببینید. بله داریم واقعا. ما به اینجا که هست مهمونای خارجی هم زیاد داریم، گاهی وقت به ایراد که میایم خود افغانا که هستم به ایراد که میایم یا پیجار میبینم همین به حساب تصویرار میبینم دوست دارن که بیان. باز اینجا که میایم واقعا همو شوق و ذوق برای اینا تبادل نه واقعا. خدا رو شکر الحمدلله دیگه. ما به خدمت شما بفرمایید که بخشا دیگر هم شما معرفی کنیم همه چیز. دوستای عزیز با ما باشین ان شاء الله در ادامه برنامه. یکی از شاکارهای واقعا نقاشی خود هراته که مسجد جامع خود هراته که بزینجی با دستکار شده، کار خیلی زیباه، کار خیلی مقبوله. و هر گوشه از این رستوران که شما میبینید کلا کارهای دست میبینید. کلا همانند اسم مولانا خود دکوریشن هم میتونم خدا سنتی. بفرمایید. کلا بخش فامیلی یک طبق، کلا بخش فامیلیه که باز یک اتاق داریم به اون قسمت ما به اتاق خیلی مقبولیه دیگه بودیم برای شما نشان میدیم. اینجا هم کلا میبینیم شما تابلو ازی، نقاشی ازی، دکور ازی، کلا سنتیه، کلا کار دسته. کارهایی که ما اینجا انجام دادیم واقعا همگی کار دسته و با عشق درست شده. بسیار شما دیگه سفره افطار هم که میبینیم پهن همچنان دیگه سفره پهن شده. این قسمت هم سفره آسایسته دیگه بچه‌ها کارا رو آماده میکنن که دم افطار رو بخه که مهمونایی که میایه پذیرایشه دیگه. اگه کسی چیزی خوش داره میخوره، نداره مشکلی نداره. قربان شما. بریم با شما او طرف هم دیدن بکنیم. بفرمایید. این گلخونه فعلا دیگه مربوط به می سالونه دیگه. بله به می سالونه که یعنی که تازه نام خدا استاسه چون پلاستیک هم زده بود دیگه، اغوستر بود دیگه، گلا کاغذی کم گل کرده دیگه، میفهمین کرده دیگه بخیر بهاره دیگه. آستاسی آماده میشه، آستاسی آماده میشه. رنگ و بوی دیگه اصلا همه چیز فرق میکنه، اصلا دلا فرق میکنه. واقعیت هم بسیار خوبه.
خب سروری صاحب درباره آشپزخانه هم برای ما معلومات بدین که چند نوع برای این جگا در حال پخت دیگه میبینیم یک حدود 5 لیتر بلند همچنان خود لمبه میداریم این دیگه دم افتاره دیگه سر دیگه برنج که بیام آمون بخی مشکله اینجی فعلا چون افتاره دیگه دم افتاره به خیلی آمدگی کرده برنج شویک داریم داره برنج خیلی خوش‌طعمیه اینجی بریانی داریم غذای بریانی تیز و تنده چون بیشتر ذائقه‌ها بریانی خوش دارن بعضی روزا نارنج‌کاله درست می‌کنیم اینجی کشیری برنج نیلوفر است نیلوفر خود ما بیترین کشیری روغن گفتیم بیترین کشیری که میگم باز می‌تونیم بخیر تست کنیم تابولی اصل خود بازار دیگه چون مردم بازار با بازار پختن حرف اول دیگه ما فعلا همینجا آشپزی که داریم همون که آشپز حرفه‌ای سوالمی سمت بسیار تابولی خوب و درست می‌کنه بله واقعا دیگه این هم برنج سفیده که ذائقه برنج سفید بیشتر مردم رژیمی هم دوست دارم کمچر و به صورت هم راست و رژیمی گفته میشه دیگه مثلا ما رژیمی میشه دیگه در فرص بسیاری شده غذایی که در آن اکسید آماده میشه برای افتری اینا افتری و در دیگه در این قسمت هم داریم در قسمت پیشباب و غلقباب اینا هم دیدن میکنیم اینجی بولانی آماده میشه که به حساب افتری سمبوسه به حساب سمبوسه بله بولانی بود با پین اونجا با شما میبرم مثلا بولانی دیگه این دیگام کلا قرمه بابا چون مرغی بله مرغ درست میشه و این قسمت قرمه که به حساب آماده میشه سوپ هاشه دیگه به این قسمت گوشت روغنیه که بیشتر ذائقه مردم دوست دارن گوشت روغنیه گوشت خیلی خوبه دیگه به این قسمت هم یک مدل گوشت دیگه داریم اینجا به حسابی را میتونیم ببینیم بله دیگه باز داش داریم اینجا داشایی داریم به حساب برنجای کتا آماده میشه تنور داریم برای گوسفند اینا آماده میشه دیگه همین کارا آماده فعلا دیگه فعلا ماشاءالله دیگه فقط برای خوردن آماده ما هم دیگه میته نزدیک افطار هم هست دهن ما باید گیشته دیگه سروری سوار چی که میگم خود خوریم میخوریم واقعا بریم هم کمک کمیت سخت میشه دیگه بفرمایید که دیگه بخشم به خدمت شما قربانش سروری صاحب به اصل کار آوردم چون این منقل که آماده میشه کباب هم که آماده میشه بخور لگه دلا نازک بشه بسیار خوب چرا سروری صاحب بیشتر منقلایی که ما در اکثریت رستوران‌های داخل شهر می‌بینیم به بیرون بازی منقل شما به داخل آوردیم چه دیده به خود به حس ما خوش داریم پیش آورده نمایی که دل دیگه کسب شو یکی که به خاطر که بیرون یک واقعا دود و اذیت و بعضی مردم واقعا اذیت میشه کمک مای روزه هم هست هیچی خوب نیه فهمیدی بعضی توانایی خریدن ندارن جگری واقعا مشکل میشه فهمیدی و در بغل از اون هم پیش از ماه برکت رمضان هم ما همیجا پخت و پز میکنیم از ما اول ابتدا که هست همیجی چون که از فضا از خاک و از آلودگی اینا دوره نظافت بی‌ترتره دسترسی برای ما خیلی بی‌ترتره چون از هر لحاظ خو اینجا بی‌تره برای ما بله دیگه بود بعضی رستوران‌ها دوست دارم به کنار سرک استفاده کردن اونا هم بتونم به جای درست کنم که به حساب از زمین گرد و غبار و اینا دورترک باشه خیلی خوب میشه بله دیگه کباب من آماده دیگه بخیر بسیار جو همه دوستایی که خارج از کشورن دیگه خیلی واقعیته خب سروری صاحب اینجا یک مکان دیگه ما رو آوردیم میشه که ارتباط به این مکان که توضیحات بدیم اینجا دیگه یک جا خصوصی
چون به هر جور بخش از که میاییم شما بالاخره یک تغییرات داره. تنوع کلا به یک کار بدیدم ولی در رقم تنوع به یک کار ندیدیم. چون ما خود همه کاره ایم دیگه. و اینجا که هست یک نمایشگاه ما داریم، چون بیشتر ظروف اینجی به رستوران استفاده میشه. ما اینجا به خونه هم انبار داریم، اینجا هم هست. این ظروفی که کلا استفاده میشه داخل رستوران کلا از این ظروفه که اگر شما باز دیدن میکنیم رو میزا اینا ببینیم کلا مصرف خود همین رستوران از این ظروفه و زیبایی غذا ما واقعا دچن کرده، چون ذائقه و سلیقه هر کس دوست داره که میتونه منظم تر بیاره غذا اینا پیش اینا. همون سنتی بودن امر بله واقعا دیگه یک ریسک خیلی کلونی هم هست واقعا به شما بگم. دیگه اینجا که شما میبینین کلا ظروفای هست برای فروش هم هسته، چون بیشتر فامیلا از تمام افغانستان اگر خرید چیزی داشته باشم، چون ما این نمایشگاه کسی که غذای میخوره به این باز بالا هم دیدن میکنم، یک تنوع برای فامیلا میشه، برای مردم میشه، یک دیدن میکنم چیزی خوش دارم، هر کس خوش داره یک چیز خوردی کوچکی کلونه بالاخره بخونه خود خرید کنه. و ما اینجا فعلا آماده داریم، بیشتر جنسایی که داریم اینجا آماده و هم برای استفاده مونه و هم برای فروشه. حتی به خارج هم کسان برادرایی که اگر کسی دوست داشته باشه میتونه از ما خرید کنم، به شماره واتساپ ما هسته. به رستوران دلجم پشت بکن ما از اینجا میتونیم برای نو بسته‌بندی کنیم، کارگاه هسته برای نورایی میکنیم. بله بیشتر کسایی که به خارج هم هستن همون حب به وطن به دل اینا یا بیشتر عاشق کارهای سنتی واقعا میتونه کلا این چیزایی هسته که بله و هم مثلا این قسمت هم بیایم از این بغل بیایم شما دیگه هر جا این میزی هم هسته بالاخره، چون بعضی مهمانای داریم که خیلی خوش دارم اینجا غذا بخورم. حتی میام برای ما زنگ میزنم میگم امی بخش برای ما بده، چون این بخش آماده میشه برای اینا. بعضی خوش دارم روی زمین میشینم، بعضی به میز میشینم. این هم برای از این آماده شده که دیگه اینجا هم که ما داریم کلا ظروفی داریم که کار خود دست ایراد اینا میفهمیدیم. اینا کلا کارهای خیلی مقبولی میناتوری و اینا هم هر رقم که بخوایم، هر مدل هر سایز اینا هم هسته کلا طرها و دیزاین اما کلا یعنی اینا که میبینیم کار دست خود این مردمه. بله دیگه با هر بخش از که شما سعی میکنیم کلا هست فرهنگ مردم افغانستانه. دیگه ما میتوسط کم کم این رو جمع کرده بیچاره همین یک جوک خوردی برای ما شده. کله گوزنه بله گوزنه یم یاری از 45 سال میشه ازی دیگه هم همه جگه سردره نمایشگاه زده دیگه یک چیز خوبیه واقعا چیز انتیکه واقعا دیگه این بخش هم هسته کلا دیگه. بازم ما به خدمت شما. و اینجا هم بخش سنگباب داریم، بعضی چیزای دکوری داریم، انگشتر داریم، نگینه، فیروزه، بعضی چیزایی که خوش دارم حساب میتونیم اینجا هم دیدن کنیم. دیگه هر کسی یک سلیقه داره، عقیق داره. اینا هم برای ساعتیری خود خواهیم جا گاهی وقتی میشینیم بالاخره. واقعا دیگه قسمی که دوستای عزیز از رستوران مولانا از نام مولانا پیدا هست، یعنی واقعا همون فاز مولانا رو اینا واقعا به واقعیت تبدیل کردن، کلا با ظروف سنتی، غذای سنتی، مکان سنتی، دکوریشن سنتی، اینا همگی با هم دست به دست یک داده و بالاخره تشکیل دهنده رستوران مولانا شد. اصلا خود همین رستوران مولانا که نام ازش شده یک بهانه شده که نام مولانا همیشه باشه، یاد شه، چون واقعا هر دفعه که یاد میشه همگی تازه میشم، به همگی یک یادآوری میشه که مولانا کی بوده، کی هسته. مهم غذا نیه، مهم دیگه جهان نیه، دیگه چیزا نیه، من تو همین که میایم دیدن میکنم به همو ذوق و به همو شوق و به همو جهت ما که نمیتونیم به مردم برسیم. واقعا بالاخره تونستیم یک کار کوچک، یک گوشی که خیلی خوردید به دست خوبه گرفتی که بلکه بتونیم پیش بریم. یک ابتکار خیلی خوب و با جای هست و به خصوص برای ما مردم هرات که خود هرات از فرهنگ و کلتور و عنعنه تمام ولایت‌ها فرق داره و رسومات و عنعنه‌های مختلفی در هرات مروج و رواج هست. در هر ولایت هر رسوم عنعنه خود داره، ولی ما ایرتیاد کمکی سنتی باستریم. چون واقعا میتونه، چون مردم هرات که هستم به چیزا بیشتر امنیت میدم، دوست دارم. دیگه ولایت ها هم میتونه واقعا به هر ولایتی که شما بریم یک جای به خصوصی داره بگرده، همین باید پیدا کنیم، بفهمیدی؟
چون همه چی اینا یک هسته گمه بعد بریم معلومات بگیریم پیدا کنیم. خیلی جا مقبولی، جا زیبای داره. ما دیگه به هرات هم هسته، به دیگه ولایت هم هسته. بسیار تشکر سرویس عزیز که وقت خور برای ما دادن. دیگه فکر کنم نزدیک افطار هم هسته و به عنوان آخرین پیام های شیرین شما از شما میشنویم. دیگه انشالله باز تصاویر دیگر هم از دکوریشن و از غذاها میگیریم. انشالله با شما غذا هم نوش جان میکنه. کوتاه برای ما پیام اخیر خود هم هر گفتنی که داریم مایک ما و کامره ما به خدمت شما. قربان شما، تشکر، زنده باشیم. ای که زحمت کشیدیم به این ماه مبارک رمضان آمدیم همچین برنامه درست کردیم و یاد از ما قریبای اینجی کردیم. واقعا خیلی خوشحال شدیم و دعا میکنیم که به این ماه مبارک رمضان خداوند تمام مردم افغانستان آرام داشته باشه، که به همون آرامش و آسایشی که مردم چند سال جنگ ما داشتیم واقعا برسیم و یک سفره نان به همگی باشه به این ماه مبارک رمضان، که واقعا همگی مشکلات نخورن. دیگه تشکر از شما، قربان شما. سپاس از اینکه وقت گرانبای خود برای ما دادین و وقت گذاشتین. یک جان سپاس از لطف شما، قربان لطف شما. تشکر دوستای عزیز. این بود گزارشی که امروز برای شما تقدیم کردیم. خدا کنه که لذت برده باشیم. تا گزارش های بعدی که باز هم ایسا سمیر عرفان در خدمت شما هستم. شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. الله یار و مددگار شما.